خیر هستین؟ بیادرم میره قدیمه کمک شده می کراچی مندازم. چی میکنی او بیادر؟ چی بود؟ تو اکا چی بود؟ خیره نکن. چی میکنی؟ نکن. او بیادر حال شما چی کار داره؟ خیره سال حوصله برو به طرف دیگه. حوصله کاله خوشو که میره کراچی بالا میکنم. ببخشید. او بیادر متوجه باشی چی هست که ایره دخلت انداختی تو؟ سربار یا توپ جوړه و امیر قدیمه کمک شو که میره اینجا پرته اگر آشغالی است او بیادر چی حال انداختی تو دسترمو چی گپ است چی حال است که ریشخند میزنی دسترمو؟ چرا حالی ریشخند چی هستی بیادر تو؟ ریشخند نیست بیادر تو چی خواهی دیگه تو بیادر ریشخند دیره دسترمو میزنی؟ نه تو کاش حالی خانه ما پاره حالا خب بیادر خود چرا ریشخند؟ نه چش کم اینجا پرته میره بخه چرا؟ حالا تو چه رقم نفهمی چی هست منو میترسانی تو؟ از چی ترسانده بته؟ چی بودایی؟ تو خودت ترسیدی دفتر آلما خونه؟ سلام دوستای عزیز به کمره مخفی ما خوش آمدید خیام نویزاده هستم بازم با یک سوژه نو که داریم دیگه یک سلام به کسایی که در بیرون از خارج کشور هستند و یک سلام به کسایی که همین اکنون ما را بیننده هستند دوستای عزیز سوژه امروز ما کس در کمره مخفی همراه خود یک همکار دارم دیگه شما را در تصویر نشان میتم ببینیم که ایره در تصویر براتون پرتم که ببینین شما و بیننده باشین خوب سوژه جالب است کوشش میکنیم که جالب تر بیه ما یک کراچی هم داریم دوستای عزیز اونجا کراچی ما استاده است و می دوست ما را ببینیم که من چه رقم در خلطه اندازم بیا درای آفرین بسیار دیگه کوشش کنی که مردم بشی بخید از زمین بشی این دوستای عزیز یادم انداختم در خلطه ببینیم که بیادر امرای ما سر تا پایان بگی این دوستای عزیز ببینیم دیگه که ما را مردم چه رقم قدیما کمک میشه نمیشه این کاملا معلوم نمیشه انشالله سایس این جگه که دستت مکان بگی نه یکم سنتره اینجا این تو که دستت بگی این تو که معلوم نشه خب دوستای عزیز من معطل هستم ببینم که کسی میایه یا نمیایه ببینیم یک ذره سر تا پایان بگی که معلوم میشه که نفر است اینم تو چیز است ببینیم که بیادر قدیمه کی کمک میشه نفر خواهد اموسا میایه دیگه یک نفر است ببینیم که چی میکنه حالی رو چه رقم بالا کنی بیادر سلام علیکم خوب هستی بخیر هستی بیادرم میره قدیمه کمک شده می کراچی مندازم چی میکنی او بیادر؟ چی بود؟ تو اکا چی بود؟ خیره نکن چی میکنی؟ نکن او بیادر حال شما چی کار داره؟ خیره سال حوصله برو به طرف دیگه حوصله کاله یک کمره ما بیا خیره نزن نه تو نمیشه آره خیره حال زرین ترخید دیگه زاره ترخید حاله دقیقه در کار زاره ترخید حالا بیادر میزدیم سر ما فیلم ها را پر میکنی چی میکنی؟ نه خیره حوصله اکو کمره مخفی داشته اونجا سعی که کمره است در اون موتر او بیادر مرا اینم اینجا میگه دست آشغال مندازم یک دفعه مرا اینم یادم خیره بیا یک کمره مخفی بود دست بالا خفه نشدی خیر خفه نشو بیادر یک دست بالا برو خداحافظت نیدی برو خیره دیگه آزار دادی بیادر سلام علیکم خوب هستی بخیر خیر بخیر امیر کدیم یک کمک خوشو که میره کراچی بالا میکنم ببخشید او بدر متوجه باشی چی هست که ایره دخلت انداختی تو
ببخشی بیایی جا آزار دادیم کمره بود. بیادر سلام علیک. چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر؟ خیر خیر. امیر خوب بگی کدیم همینجا بالا میکنم در این چیز آزارت میدادیم. چی میکنید؟ خیر آزارت میدادیم. بار ترساندی والا بودی. میرخم آزاره. آزار دادیم. خیر کمره مخفی بوده. حال ترسیدی دقیقه؟ بار استاد کی حالا فهمیدی؟ چرا حالا چی کرده؟ دیک میکنه. نه بابا و قدرم نخواد جوان هستی هنوز. جوان هستی خیلی یک نفر تکلیف می داشته باشه دیگه می داشته باشه. حالا صحیح است که تکلیف دیگه دایی خون همیشه که بیادر رسایی که حالا چرا بسیار ترسیدی؟ والا ترسیدیم ما چی میکنی؟ یک جوز بگیرم برات. سلامت. بسیار قلب تک تک میکنه. میکنه والا ترسیدیم ما فهمیدی. حالا اونجا کمره رو ماندیم اونجا گک. او کامرا ساکره. برو خدا خوده. بیادر سلام علیکم. امیر خیلی کمک شاید کنیم پرتون. آزار دادیم نه بیایی جا بیا بگو یک دفعه برای دا دل تا چه ها خیر ده خواه دا کی ده غازه کنه نه خدا سنی که خمون گوال شو کمک شد دا واچه والتا اکا جان مانده نشی چطور هستی؟ خوب هستی؟ امیر یک کمک خوشو بچهش کم اینجا پرتی میره بخه چرا؟ چه رقم نفر چی از من میترسانی تو؟ از چی ترسانده بته؟ چی بودایی؟ تو خودت ترسیدی دفتن حال ما خونه؟ چی بالا هستی آبرادایی؟ حالا این ما کردی تو تاش کردم ها؟ چه رقم نفر بودی تو؟ حالا ما چه رقم نفر بودم خویی خوب بیادر تو را ترسان ما خود نترسان ما تو را گفتم یک کمک شکردیم چه خبر هستی؟ آزار داده بیم اینجا کمره بوده خب بیادر مانده نشی جور هستی خوب است امیر خود کردیم یک کمک شو که بیادر بالا کنی بیا اینجا کجا میری؟ چرا حالا؟ برای ترسان والا حال ترسان میخواده بسته حیوان نیست که ازی ترسیدی گفتی کمک کو حال من خود گفتم کمک و نگفتم که بترس تو ترسیدن کردی که خدا و راستی مرا کشتی خدا دل مرا کپاند حال ترسیدی زیاد والا چی کرده تکو که نه میبینی نه و قدر نیست کم است خیر آزار دادم اونجا کمره ما مخفی صحیح برو خدا حافظت بیادر سلام علیکم خوب هستی بخیر خیر بخیر امیر رفت کردیم یک کمک شو که امیر اینجا پرته اگذر آشغالیست برادر چی حال انداختی تو دست سرمون چی گپ است چی حال است که ریشخند میکنی دست چرا حالی ریشخند چی هستی برادر تو ریشخند نیست برادر تو چی خوادی دیگه تو برادر ریشخندی رو دست سر ما میزنی نه تو کاش حالی خانه ما پاره حالا خب برادر خود چرا ریشخند میزنی دست سر مردم ریشخند نیست و قربان برادر چی هستی حالی سعی که تو مرا برادر درو کمره جوانی تلویزیون آریانا صبح در یک کمره مخفی بوده و موتر کردی تو ازاق کردی آزار ده خواهش میکنم خیره تو جدی شدی که من گفتم خیلی مرا زدی حالا بیادر در جای مندازی یک مذاق بود کردیم یک آزار دادیم یک دقیقه خفه شدی؟ اگه خفه شدی من معذرت میخوایم اجازه هست که ویدیوی تا نشر کنیم خیلی دست تا بالا